تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ، حالا از سلسله گفتار تازه انگارها از خوان ایجادی نویسنده نامدار تاجیک بهمنیار از کتاب سرمده حکایه های دلپذیری را در قرائت نامزد لمحهای فیلولوژی عبدالجلیل امان به سمعتان میرسانیم. وقتی که آهوان به آبخوری می‌فرایند، آهوی سرخیل را نپران. بعد گذشتن تکه پیشرفت و دو سه آهوی دمرو، دلت می‌خواستش را از رمه به نشان گیر. دست اول از روی نشاندادی پدر عمل نمود، لیکن همین که آهوان با آبخوری فراینده را دید، همه چیز را فراموش کرد. تا به امروز لرزشی دست آن وقت با او چنین نمود که نه تنها دست بلکه خرسنگ رویش میلی تفنگ بوده نیز می جنبد. از تپش دل گوشایش قفل می زدند. فراموش کرده نمی تواند و نمی خواهد. انادرها همان ریزی نزدیکی چشمه آهوی نخستین او تکه سرخیل زخمی شده به زمین افتاد. انادر اون پسی سنگ وی از شادی تفنگ را به سوی پرتافته، بعد وی تفنگ را خیلی جسته به زور یافت، به پیش تاخت. وا عجبا! آهوی زخمی، آهوی استیری حلاهلی او مرده و همین طور می حسابید. به پا خسته فراز را بالا شد. صیاد جوان در جای خود شخ شد. نه خود رود، نه آهو افتاد. سری آهوی اولین خود را وی با تابعیکی تیزی برید، زیر کارد را در ده فراموش کرد. صیاد حالا این نیشه‌بی خدنگ یک کمی ایستاد و با یک نگاه اندوهبار به موضع شناس و عزیز می نگریست. و این دفعه برای دمگیری نایستاد. نیشیب را فرامده ژرف آهوگیری را گذاشته به فراز زاو ریز بالا شد. روی پیراهه های زاو ریز نقش های تازه را دیده غیر اختیار لحظه همه چیز را فراموش کرد. آهوان از این زاو گذشته جانب کمریکوه و آهن رفته بودند. باز کوهی آهن، باز همان کمریشون. صیاد صید صدم خود را در همواری همین کمر پرانده بود. و روزی شکار آهوی صدم از فرازی تابسنگ رمه آهوان را زیر چشم کرده، جای ایستی تکه سرخیل را خوب آموخته، طریقی به آن نامعلوم نزدیک شدن را پیش خود کشیده، از جانب دیگر به همواری کوه برآمده بود. بعد آهوی سرخیل زخمی شده به زمین افتاد. انیخترش به زانو افتاد. تعظیم کرد. صیاد به این سوال جواب نداده نمی توانست. به همدیهگان نیز گفته نمی توانست که آن تعظیم بود یا ضرب تیر. همدیهگان باشند قصه این شکار را با تفصیل و شرح دانستن می خواستند. ماه پس از صید سعد وی طاقت نکرد و باز به شکار برآمد و کرگس را دید. کرگس روی لاشه سگ چون بخیل روی خلطه زر می نشست. از آهنگ نشستش پیداست که جان می دهد و زر نمی دهد. صیاد دیشب از بیخوابی پیچتاب خوران علیه خواهش دل قیام کنان پیش خود گفته بود که از این طور هموار عذاب کشیده بین آتشی گمانهای بد از یک دلی ناروشن و عاقبت شکاری 101 سوختن هر شباد آباد. گویان به شکار براید بهتر. باز کی می داند آهو تعظیم کرد یا از ضرب تیر به پیش خم خورد. بعد این کرگس اینجا چی دخل دارد؟ اگر وی به شکار نمی برآمد هم کرگس و سگ اینجا می بودند. این تصادف است که وی به آنها برخورد.
از این اندیشه ها دلش سبک نمی شد. ابرپاره روی آن همانا سایه می افکند. روشن نه، همین طور تار تار و پیچ پیچ توری ماهیگیری گویا. صیاد از راهگردی باز ایستاد و به حیرت به اطراف نگریست. وی خود را در فرازی تاب سنگ دید، فرازی که از آن رمه را در قلمروی کوه آهن دیده بود، فرازی که از آن جای ایستی تکی سرخیل را پیش خود تأکید نموده، سپس پی صید صدام رفته بود. صیاد با این جا آمدنی نبود. به هر حال به خود گفته بود که به گردنی لاجورد می رود، زیرا گردنی لاجورد از کوه آهن خیلی دور بود. وی باشد می خواست که از این کوه هرچی دورتر باشد، اما کوه آهن او را همچون آهن ربا سوی خود می کشید. حالا صیاد از فرازی تاب سنگ به کمری کوه آهن نگریسته پیش خود اقرار می کرد که می بایست همین زیل می شد، می بایست روز نه روز همین جا می آمد، زیرا مس همین جا در کمری کوه آهن به نظر او چیزی نموده بود که بعد او را آرام نگذاشت. نه عاقبت صید 101 بلکه همان چیز او را شبها از خواب شیرین بیدار میکرد. بر دلش وسوسه میانگیخت، او را با تعظیم دیدهش مزاح میکرد. از نقش صدامی در ستون ایوان کنده شرم می‌دارد. آن چیزی دیده‌اش را صیاد به کسی نگفته است، پیش خود نیز اقرار نیست که آن چیز اینقدر عذابش می‌دهد. همان روز شکار صدام و تفنگ را به تنی سنگی گذاشت و کارد را از غلاف کشیده سری آهو را برداشت تا ببرد. سری آهو را برداشت و چشمان آهو را دید و به خود لرزید. آهوی صدام او چشمانی خونپالا داشت، گویا خانه چشم آهو را به خون شق شده آگنده بودند. آن برای چی وی سری آهو را سراسیمه بریده دور افکند. در ده به سوال مردم دوری را و وزن زیادتی را بهانه کرد. آن برای چی وی تفنگ را به سنگ زده نشکست. در ده به سوال مردم گفت که دوست را نشکنند و نپرتایند. صیاد نمیخواست که صید صدام او با نقص باشد. وی چنین میپنداشت که آهوی بیمار را صید کرده است. وی از چنین صید حتی در جوانی حذر میکرد، اما حالا از نقش صدامی در ستون ایوان کنده خود شرم میکرد، خود پیش خود شرم میکرد. اما آهوی بی سر را بده آورد و بدیلش علاب افتاد. مگر آهوی بیمار با چشمانی خونپالای خیره سرخیل می شود؟ مگر یک قوم بینا یک تنی نابینا را برای خود عصاکش انتخاب می کند؟ مگر صیاد حالا از فرازی تا به سنگ به کمری کوه آهنگ می نگریست و می دانست که به همین شک و شبهه های خود در همواری کمرکوچ جواب می یابد. از این رو فراز را پایان شد. زو را گذاشته به دامن کوه آهن برآمد. دامن کوه سبز می تافت. صیاد می دانست که رستنی های این دامن کوه خزان را ندیده زیر برف می مانند و بهار را ندیده تابستان از ترم آزاد می شوند و می سبزند. اولهای ماه ایول اینجا آمدن حلاوتی دارد. گل و سبزه های مخملی، علف و اشنه های کمری که در زبان علم مرزارهای الپیش می نامند، روح را می بالند. محض در همین جا آدم عیانی می بیند که طبیعت چون بود و وی با این چی کرد. حالا نیز دامن کوه آهن مخملی و سبز فام می تافت. صیاد همواریی که آنجا آهو را سر زده بود خوب در خاطر داشت. از آنجا کاسه سری آهو را که در بین سبزه ها سفیدی می کرد به آسانی پیدا کرد و دلش از پیش آمدی مجهول ته نشست. تا خیر جرأت نکرد که خم شده به خانه چشم نگرد. بعد خم شد و نگریست و با دهشت خود را قفا گرفت. از کاسه سری گوشت و پوستش خاک شده و ریخته یا کرگسا خورده دو کرچه خونین به صیاد می نگریستند. این عقل ناگیر بود. تمامی وجودی کاسه سر ناپیدا و دو چشم بر جا بود. دو چشمی خون گرفته و زنده به صیاد می نگریستند. صیاد بعدی چند از دهشت به خود آمد. با دستانی لرزان تفنگ را از کیف گرفت و به خرسنگ نزدیک زده شکست. تفنگ را زده شکست و در دل و روح چون سپیده بامداد پهن شدن روشنایی را احساس کرد.
از روی دل غیب زدن سایه تارتار و پیچ پیچ را پی برد و از این دیگرگونی بناگاه در نهادش رو زده در حیرت افتاد و خم شده باز به کاسه سری سیدی صدم خود نگریست. خانه چشم چون کاسه سر خالی بود. نخواد همی این به نظرم نموده باشد. می پرسید از خود صیاد و جواب نمی یافت. شهبوزی بی مریم. اگر همی بوزای عالم رو جمع آریم، شاه برایشان بجویم، پس شهبوزی کمپیری مریم زیب شاهی داشت. دیگر نامزدها در قیاس او حتی به وزیری ارزنده نبودند، زیرا بوزی بی شاخی داشت که شاید در عالم دیگر یگان بز نداشت. با کدام یک قانون نانوشته طبیعت یا نغمه های بزغالگی خودی بز یا ناقصی ویتامین یا یگان سببی دیگر در سری بوزی بی مریم شاخی به صورت رقمی 8 روسته و شخ شده بود. چنان استوار و براحت شخ شده بود که گویا بزان از ازل در دیگر صورت شاخ نداشتند. خانه کمپیری مریم در راهنمای سیاحت سرمدره مخصوص قید پهلوی تیرکی اشارتی صورتی بوزی که شاخهایش رقم 8 را می ماندند نگاشته شده بود. از این رو سیاحان وقتی عبوری سرمده حتما در میدان ساحلی کفگرود چادر می زدند. بعد که جهاز عکاسی و لو و مقلم برداشته به قول کمپیری میسه به زیارت شهبوز می آمدند. هر آینه دست خالی نمی آمدند. پس از رفتن سیاحان، پس از خوردن شکلد و قند و کلشقند، حشک این نام را کی به بوزک داده بود معلوم نبود. تا در به علف و سبزه نظر نمی کرد، با یک تنفر به اطراف می نگریست، مگر که شکمش از گرسنگی تاب می زد. آنگاه و عزت نفسش را نگاه داشته دل و بدلان به سبزه ها دهان می برد. گویا از این کرامتی دندانهای خیش علفکهای ناچیز را منتدار می کرد. بار اول بوزک را یا حشک را یک خبرنگار رهگذر برای عالمیان کشف کرد. این خبرنگار که برای عکسبرداری کولی قهربا می رفت، بگاه در ده به قول لنگر پرداخت تا راه بلد بیابد و صبحی بر وقت عازم دره زندان شود. وی نیز چون سیاحان سرمدره گاوگم در میدان نزد کفرود چادر زد. سپس لباس سفریش را به مدنی عوض کرد. بنای سفید مکتب را آماج گرفته از چی باشد که مهمان نوآمد همیشه این بنا را دروازه ده میپندارند. جانب آن باوری بخش و استوار قدم برداشت. اما وی هنوز به خانه اول ده نرسیده جان هولک سوی چادر خود باز پس دوید. اگر مشاهده می بود می پنداشت که به مهمان جوانه فیل گردن و اشتور پا و سبدسم و جاروب دومی یزدان مهربان هجوم کرد. این جوانه همین خیل نغمه ها داشت، یا سگی فارغ بال و تنپرور و دوست را از دشمن و دشمن را از دوست فرق نمی کردی کمپیری آسوده غرید. این سگ سال پیشتر یک بار به جوگی های سرمده عکاس میزد و حالا که چشمانش خیره شده‌اند همه به نظرش جوگی می نمایند. اما نه این بود و نه آن. шунавандаҳои азиз ёдрас мешавем ки шумо ҳикоётро аз китоби сармадеҳи нависанда баҳманёр аз силсила гуфтори тозаангорҳо дар қироати номзади илмҳои филологии абдуҷалили амон аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед. коргардон мавҷи гули юсупова. анҷоми гуфтори 25. шоду муваффақ бошед.